آقا این یه نگاه به این عکسی که گذاشتم بنداز، با دقت ببین، چشاتو درشت کن ببین. خب مثل که خوب با دقت به عکس نگاه کردی. اون وسیله اون قطعات رو دیدی رو زمین. حالا من برات توضیح میدم. دیسک چرخ چرا عوض شده؟ ترمز میزده تو سرعت فهمون میلرزیده. مشعلی پلوس چرا عوض شده؟ عین مشعل میمونه. مشعل دیدی روشن میکنن. گاز میداده اتاق ماشین زیر پاش میلرزیده، پدال میلرزیده. حالا کله پلوس چرا عوض شده؟ کله پلوس فرمون که تا تعمیر چرخونی میگه تا 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 سر پیش صدا میده. حالا به نظرتون جلوبندیش چرا عوض شده؟ جلوبندیش گوش طبقاش پاره بوده، ترمز که میزده لگد میزده، تق 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 تق. به نظرتون قرقریاش چرا عوض شده؟ قرقری زمانی که ماشین گرم و سرد میشه، یعنی رو به گرما که میره، شروع میکنه قلن چکوندن، تق تق. ما به خاطر اون عوض کردیم. حالا به نظر شما توپی چرخا چرا عوض شده؟ تو سرعت که راه میرفته میگفته هر 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 هر، صدای هلیکوپتر میداده، هر 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 هر، صدای هلیکوپتر میداده. حالا این زمینه‌ای که پشت من میبینی چیه؟ اینجا بولبینگ فروشی رفیقمه. هر موقع بولبینگ کاستی این شماره رو میذارم رو صفحه، زنگ بزن بهشون، با پک میفرسته هر جای ایران که باشی. دیگه چی؟ اون ماشینی هم که الان دیدی هزینه‌اش میره بالا، به خدا پول شما نمیگیریم، ما پول قطعات گرونه. لنتاش هم عوض شده. ماشین اساسی جمع شده، با خیال راحت بره مسافرت. ماشین مشتری هم میدیم یه سفشویی بکنن، کیفشو بکنه.